بسم الله الرحمن الرحيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام نعمك ربنا نكذب ولك الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثوابی های تلاوت شده و تمام ارواح هایی که از این خاندان امید فاتحه دارند مرحوم قبلگاهشان نشان خواهی حاجی بهرالدین همراه برادراش خداوند از جنبی نعمت هایی که برای بندگان بهشتید وعده کردی با نصیب کردی آمین. فرزندای عزیز رشته سر جمیل خصوصا در مسافرها بزرگیان عمر دراز و رزق فراخ بشه خدایا این خاندان چگونه که در زندگی قاری چراغ تابان نور قرآن از او همیشه با آسمان می برآمد جای تلاوت قرآن جای تعلیم قرآن جای ختم قرآن گردان آمین یا رب العالمین. سپس که در بالای جنازه پدر شرکت نداشته جسمی به جان او را لحظه آخر هم باشد دیده نتانسته در غریبی آب دیدتان برای پدر جاری شده دل کا سوخت انا لله و انا الیه راجعون. خداوند شما را در مسافرت ها
نگه دارد. کار شما همه مسافرهایی که در مسافرت هستند جور مراد دادن ما خیلی هم دوستای آدم هاست اهل قرآن از خداوند با خانجان با جای رفیقاش و همکاراش نگهشان دارد. این مصیبت خداوند براتان اجر و پاداش بزرگ ذخیره در پیشگاه خودش قرار ده. دادر عزیز، البته مرگ آمدنی است، از مرگ کسی رهایی نمی‌یابد، اما این مرگ پدر شما، مرگ برادرای امکیای شما، این مرگ عروسی است. اگرچه برای ما و شما برای یار و دوستان هدایت و مشکل است، اما اینها با واسطه مرگ به محبوب خود رسیدند. زیرا مرگ دوست به دوست شما، زیرا مرگ بنده مومن از این غم و درد دنیا خلاص میکنه و براحت آخرت میرساند. بنابر دوستای خدا مرگ با خنده پیش بردن، با شادی پیش بردن. عروسی بود نوبتی ماتمه، گرت نیک روزی بود خاتمه نصیب کنه که قاری محمد بود. با لحظه آخره که دستاش حرکتی کار نداشت، تیمم کردن دیوار در روز شکید بعد از آن الله رو به پروردگار خود کرده و جان حق سپاری. البته این شان سعادت شد، اینا اهل الله هستن، اینا زنده هستن. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء یرزقون. مقام شهادت دارد. رسول اکرم الطاعون شهادت امتی، طاعون برای امتی من مقام شهادت دارد. شما را صبر جمیل نصیب فرمایی و از ثوابی که الان پیغمبر بزرگوار در حدیثی قدسی وعده کردن: ما جزاء عبدی اذا اخذت صفیه من اهل الدنیا واحتسب الا الجنه، رواه البخاری. مکافات بنده ایم که دوست داشتش از او بگیرم و در این مصیبت من صبر کند. انا لله و انا الیه راجعون. پاداشش بهشت است. خداوند از این مکافات شما را با خاندانتان، با رفیقاتان برسید، با سلامت بعد از انجام کارها کشاده شوند، تیز با به وطن همسراتان بازگرده. انشاءالله دادرای عزیز، مسافر شما هم سفر عبادت است. برای همین مهاجرایی که در غربت هسته، من در غم شما در این بیماری که سر شد در اونجا شریک هستم. هر سحر نیست که من برای شما دعا نکرده باشم. من یاد ندارم نماز بامداد بعد از نماز برای مسافران من دعا نکرده باشم. همیشه دعا میکردم. خداوند نگه تا در انشاءالله خدا خواهد و نتین گذار با می بیاییم هم با انشاءالله خداوند صبر تانتید. خدا دا همتان امانت و سپارم. بعد از انجام کار با دست پر و با رزق فراخ و با تن صحت با وطن بازگردید. برای عزیز انشاءالله که قاری‌ها رو من نمیگم، اینا اهل الله هستن. دیگرایی که نوارتان مشان میکنید و شما همتان توصیه میکنید خودتان نگه داره. در هر کجا باشه خوب بدانه که خدا همراه شما، از معصیت و گناه، از آلودگی خودتان نگه داره. کاری کنه که خدمت شما، کار شما در اونجا عبادت باشه. رسول اکرم هر کسی برای خاطر نفقی خاندانش کار میکنه فهو فی سبیل الله، او هم در حکم مجاهد در راه خدا داره. بنابراین خداوند شما را نگه داره. از این فرصت استفاده بردم. دیروز در شهر ایجیوس که شما دیده باشه، برادر عزیز ما که برای ما هم دوست بود و هم مرید حضرت قبلگاهی بود و هم محبوب خاندان ما بود، هم محب خاندان بود، هم محب هم علمای اسلام بود. قاری ملا عبدالرحیم که با تخلص قلندر مشهور بود از پانگاز، دیروز اون کتم جام شهادت نوشیدن. اولا از خداوند مهربان برای فرزندای عزیز کنم، هر سشم اهل الله هستن، هر سشم قاری مرتب بلبل قرآن هستن. برای دخترشم که قاری قرآن است و حافظ کلام الله است، برای همسرش، برای مردم پنغاز و مردم عشق و خصوصا برای مسافرایی که در مسافرت ها و یاربانی کردن، تربیه کردن، یاردم کردن. این مصیبت تسلیت عرض میکنم خداوند صبر شده برایشان نصیب کنه. عبدالرحیم ما را
با دوستاش یک جایی محشور کنه و وصیت آخره که برای غمخواری ما و مردم جوانا کردن خداوند به وصیت و عمل کردن برای هر کس نصیب کنند. انشاءالله عبدالرحیم او خود آرزوی شهادت داشت، او کسی نبود که از مرگ ترسه، او مرگ عاشقانه پیشواز گرفت و در لحظه آخری وصیتش دیدم همون دعایی میکرد که رسول بزرگوار در وقت سکراتشان میکردن، اللهم الرفیق الاعلا الرفیق، همین دعا رو میکرد، اللهم حول علی سکرات الموت، خدایا برای من تلخی جان کندن آسان. همین دعاهاش در حالتی وصیتش کرده بود شنیدیم. خداوند جاش جنت گورش و پرنور کنی، کسانی که برای یاردم او حرکت دارند، کسانی که او رو دوست می‌دارند، خداوند مردم برادرای عزیز، مردم پانغاز است از خداوند براتان اجر و پاداش بزرگ خواهانم، کسب و کاراتان برکت عطا کن، رزقاتان فراخ کن، از این بیماری، از این وبایی که مبتلا شده از جامعه همه شما را نگه دارد. خوب اگر که امکانیت شد آوردن شرایط شد بیاریتان، اگر امکانیت نشود در همونجا قبرستان از زمین خداوندی است. بندگان مومن در کجا که خواب روان همون زمین باغی از باغ جنت است. رسول اکرم گفتند القبر اما روضة من ریاض الجنه و اما حفرة من حفر النار. قبر یا باغی از باغ جنت است یا کمری دهشتناکی از کمرهای دوزخ است. انشاءالله عبدالرحیم ما قلندر در کجا هم که دفن کنه قبری او باقی از باقی جنت. انشاءالله اگر امکانیت شما مایلش بیاره خوب میشه، فرزنداش میبینن مردم پانغاز و بسیار خدمت کرده دیگر برای مردم اشت و پانغاز، برای برادرایی که در روسیه بودن او یک چراغ تابان بود، همیشه برای راهنمایی میرفت، همیشه برای امر معروف میرفت، همیشه برای نهی منکر میرفت. او برای دنیا نمیرفت، همت خانه ویدی دیگه استی خوب ندیده باشه همچون برای خدا روی خانه بینه. او دنیا نداشت، او محبتی به دنیا نداشت، او فقط عشقش خدا بود و محبت خدا. ساختمان مسجد و ساختمان راه خدمتی به مردم بود. انشاءالله امید دارم که خداوند در این دنیا نصیب راحتش یاد نکرد، در بستان سرای جنت همراه با شهدای اسلام حضرت زید بن حارثه و ابی بن کعب و حمزه و دیگرها یک جای محشور. خداوند همه شما را مردم عزیز عشق، خصوصا برادران پنغازی خاندانش در این مصیبت صبر جمیل زیرا که مصیبت شما این مصیبت ما هم هست، زیرا که از دست دادن شما حاجی عبدالرحیم این ما هم از دست دادن یک دوستی خود است. خداوند صبر ما را در این مصیبت صبر پروردگار امانت با خدا امانت بسپاریم. سلامت به خانهاتان بازگردید. الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتمام ارواحهای که خصوصا برادرای عزیز ما از ثواب این آیه تلاوت شده، از این بشارتی که خدایا بهشتها را و بردن بهشت در این آیه صفت کرده ایشان رو با نصیب کردن. این برادرای عزیز ما را همشان جای نشین خوبه برای قدر بزرگوارشان کردن. پروردگاران تنفیر مادرشان در این مصیبت جدای از شوهرشان صبر جمیل نصیب فرما.